عباس جان بله بچم گیله اشتل اینجا انجل خیریته شکر هم یک زحمت بکش خوب خب انا پیار من گفتم میکره چی خور بدیم برای ما برای یک ساعت و کار داریم من پس میاریم چی خاطر با کار داریم واسه ما اینجا چیزای ببریم به سیاه کار داریم ها چی بار کردی خوب من برای اینا خیلی کم میدن دست تو خوبه برای بالا شو ها اولی خالی میکنی باشه ریبه کردنو برو واکو اسپه یک دقیقه شا این اخوی گیله برو واکو لغت میزنه عباس بله لغت میزنه اسب تو کار نگی نمیزنه کار مقص نگی کرده شما اش داریم عباس اشته دو تا اسب داریم ما خری نداریم باشه ببینو خوبه خوب سرزمینو عباس همین جگه خالی کنو خوبه به دریا می رسی دریا انصاف کو سبزا بناز می آیه مرا میراز می اگه گوشا دیدی کم کم خلی کو دیلک باشه من خیلی میکنم خلی میکنی من خلی کو واه شار پروان چی عجب شاره چهارشنبه ابلال می رویم چه بیرو باره شار ارور چی عجب شاره حال بر ها گوش شده که بولت دیر میشه بجی برس صاحب عباس گیله الو یه تا میشوری چی میبری به تازی ها گفتم به تازی چی میبری که تا پاک میشوری ریگ ها ریگ میریم بیارن ریگ یاره شوشته پاک شده دیگه بله بده دستمه کل بین عباس جان پاک شد ها باز زودتر بیاری خوبه خوبه همو اسب بسته کنی یا اسب دوم بیار ما اسب دوم بسته کن همو اسب اولی ها
عباس بسته کن یاد ندارم. بستم. چیز میزی که بابا نمونده پیش ما؟ نه. خوبه. اما یک سچرخ گپ میزیم ما به کراچی تا اونجا ببر که مشل شهید میشین کو. بابا جو سچرخ برفتم 2.5 ساعت 300 میگن تا بزی تحصیل چی دی بیایه. به تالار تا بریم از این سرم 2.5 ساعت ماه از این سرم 2.5 ساعت ماه 500 روپیه کجا بیارم؟ همین خدا خیر بده می عباس تفاک برفتم از همسایه بستم گفتم ما میره یک فرغون ریگی بیارم. کراچی ریگی بیارم. انا من قراره که دیگه نون میخوریم عروسی که ختم شو قراره که دیگه پس میایم. رسم رواج قدیم چرا به هم میزنیم بابا؟ خلاص این دیگه. آخ پیش همی قیماق ما چیز سر بالا کن نمیگن که اینا به یک سچرخ گرفته نتیسن بس به کراچی آمدن. به دم تالار نارسیده بابا شما رو طعم میکنم. آبو تا گوش به دم خوبه. تالار که نرسیم شما رو طعم میکنم. محکم بگیریم بابا نه خور با بی بی. میریسه محکم دارم بگیریم. برو. شده چند روز که رخشویی نکردم پیرزال وخیا کنارم به سودای تو من مونده بشودم پیرزال وخیا کنارم ما کو میریم به عروسی چی بخوریم سحر دو بیجه شده بابا به خیال مال خلاص شده خوشکه میریم ما ساعت چنده؟ 2 بابا اینا دیگه که خلاص شده باشه اگه ما کنیل امروز عروسی داریم لالا بیا با سلامت کجا بدی؟ هوا هم برای کندی آرد ما گیلک یاد گفت کراچی خود خاطر و کار داریم چه کار کردی؟ کراچی دادم گیلک چرا کراچی به گیلک بدی؟ گفت کمی ریگه اونا میبرم سرا خوب تو خوب زودتر بیا گفتم بابا جنو اصلا کی میتونه کراچی سواری کن تو کراچی دست دادی ما کراچی به کار ما آخه بو بردن آخه من به تو نگفتم که همون انبارا هم بگی مکمل از خونه بار کمر رو بیارک به صحرا می آوردن دیگه بیچاره گفت میرم کم ریگه به خونه میبرم گفتم برو زودتر بیارم آخه تو که هنوز یک پیدا بودی کل دیگه بار آخه تو اونا دیگه چرا نوردی؟ حالی به کجا رفو؟ گفتم میبرم ریگای گفت میبرم به خونه بده برو بده او را از هر جا میشه پیدا کن کراچی از بسته بده کجا بیارم او رالک خب برو با پاسه کنم تمام قسمت تا شاید حرکت نکرده باشه برو دلا یک دومم از این بانجونا بکره خاطر چشم اون داره باز کی آمده؟ خوشلوچا شما هم بیا آمدن
خوشلوچام اومدم آه. یار همین خوشلوچام غیر از اینکه بیام بشینم چلیم کشیده و غیبت کنم از این بگم عروس فلانی چکار شد فلانی عروسی خو کرد به کی چی آوردم تابستونی آوردم به کی نمیفهم زمستونی آوردم دیگه هیچ کاری ندارم ای بانجونا بار میداری میبری فهمیدی تیز میری کرشی اگه لگ میستینی بار میداری میگه که ما هزار یک بدبختی دارم خوبه برو نگاه اونا رو بچینه برو بده اگه تای دیگه هم نگاه خیلی میکنه میداری میاری لا کان نگاه میچینم برو بچینه برو که دیر شده برو دور رقم مردم پیدا میشه بریم لالا که بالاتر خالی کنی بالاتر